تفاوت موتور دو زمانه و 4 زمانه تو چیه؟ موتور دو زمانه مثل یه بوکسوره که هر مش رو با تمام قدرت میزنه. پیستونش بالا پایین میره و تو هر دور کامل میلنگ یه انفجار داره. یعنی تقریبا با هر حرکت قدرت تولید میشه. واسه همینه که سری میکشه بالا. صدای تیغ و جیغ کننده داره و شتابش سرسام‌آوره. موتور 4 زمانه مثل یه قهرمان ماراتونه که نفسش رو تقسیم میکنه. پیستونش برای تولید قدرت باید 4 حرکت کامل یعنی مکش، تراکم، احتراق و تخلیه رو انجام بده. یعنی هر دو دور میلنگ یه بار انفجار داره. نتیجهش قدرت نرمتر، سوخت کمتر، استهلاک پایینتر و عمر طولانی‌تر. تو موتور دو زمانه پیستون همزمان وظیفه مکش و تخلیه رو با حرکت خودش انجام میده. روغن باید با بنزین قاطی بشه تا قطعات روغن کاریشن که نتیجهش میشه مصرف بیشتر و دود بیشتر. ولی تو موتورهای 4 زمانه هر بخش موتور یعنی سوپاپا کار خودشون رو انجام میدن. مکش، تراکم، انفجار و تخلیه که نتیجه اونم نظم بیشتر، مصرف کمتر و موتور سنگین‌تر. اگه می‌خوای موتور رو نه فقط از بیرون بلکه از دل پیستون و سیلندرها بشناسی حتما ما رو فالو کن.